اگر شما هم ایرادی توی صورت یا بدنتون دارید که از اون ناراضی هستین، حتما این ویدیو رو ببینید. یه سری ایرادات هست، مثل اینکه بینی شما از حد نرمال بزرگتره، یا موهاتون ریخته، یا مثلا از فرم لب و دندوناتون ناراضی هستین، یا هر مشکلاتی هست که قابل حله. حالا یه سری ایرادات هست مثل قد کوتاه بلندیش خیلی راحت نیست که بخواد اونو تغییر داد. یه سری ایرادات هست که قابل حله، حالا ممکنه اونو با عمل یا روش‌های غیر تهاجمی مثل تزریق ژل و بوتاکس، یا حتی یه سری ایرادات هست با آرایش کردن قابل رفعه. شما باید حتما اون کار انجام بدید. اگر توان مالی و امکانات اونو داره، بتونید اونو تغییر بدین، حتما باید این کار انجام بدید. چرا اومدن این سری مطالعات انجام دادن برای این قضیه؟ مشخص شده شما برای به دست آوردن سلامت روانتون حتما نیاز دارید اونا رو رفع کنید. شما اگر از عینک زدن هم ناراضی هستین، برید لیزی کنید و چشمتون رو حالت نرمال برگردونید. شما باید این کار رو انجام بدید تا اون حس خوب و نسبت به خودتون پیدا کنید، حتی شده با آرایش کردن. مثلا اون جوش رو بپوشونید، یا اینکه بتونید فرم لب و دهنتون رو تغییر بدید، یا حتی فرم مثلا صورتتون رو تغییر بدید، یا حتی اگه چاقید میتونید با رژیم گرفتن اون تغییر بدید و توانش رو دارید، حتما باید این کار رو انجام بدید. شما برای به دست آوردن سلامت روانتون نیاز دارید اون مشکل رو رفع کنید تا یک حس خوبی نسبت به خودتون پیدا کنید.